چشم قربون چشمه. یواش. اگه یواش برم نمیترسی؟ اینجا چی شده بود؟ مثل که دختره یه چیز از پسره دزدیده بود. جان من بابا ای والله عجب زبلی بوده دختره. ای آقا زبلی کدومه؟ بگو حماقت. نه میدونم شما چی میگی. منظورم اینه که دختری که از پسر میدزده خیلی باید دل جرأت داشته باشه. حالا تو این دوره زمونه که شهامت و حماقت هم معنی شده، لابد اگه کسی یه نفرم بکشه میگن خیلی شجاعه دیگه. این دختره پس فردا میزنه یه نفر رو میکشه. اون موقع نظر شما چیه؟ احمقه یا زبله؟ اخوی میفهمم شما چی میگی. منظورم اینه که اشکال کار جای دیگه است. کجا؟ بی پولی آقا، نداری. شما خیال میکنی اگه یه نفر برنامه‌ریش خوب باشه بازم دنبال این حرفا بره؟ نمیره دیگه. ببین دوست عزیز، اگه قرار باشه هر کسی که بی پول بره دزدی کنه که دیگه سنگ رو سنگ بند نمیشه که. ها؟ اصلا این فرهنگ ما پر شده از این تفسیر و تعبیرای من داره آوردیم. اما حوصله ندارم. درست میگی. جانم. بله. سلام علیکم. آقا من دارم میام داد. من همین الان میرسم. قربانه. ممنون. آقا جسارت شغل شما چیه قربون؟ وکالت. جان من بابا ای والله تو آسمونا دنبالت میگشتن. آقا راست شما وکیلی؟ والا یه 10-12 سالی میشه. ما یه ناچیزی خورد به تورم. گفت که میرم آزمایشگاه، اونجا میرم بازار. گفت دم در آزمایشگاه وایسا الان میام. ناچیز رفت که رفت. کرایه ما هم نداد. خب یعنی که چجوری باید کرایه ما ازش بگیرم؟ از من میپرسی؟ عرض به خدمت شما باید تشریف ببرید نیرو انتظامی. اونجا شکایت کنید، مشخصات اون آدم رو بدید، یه مقدار تو نوبت بمونید تا پیداش. چیزی داریم میگی برادر من؟ مسافری که پشتم نشسته چجوری بشناسمش؟ من یه بار ساید آشو میبینم موقع سوار شدن، یه بارم جسارت نشه ساید بهشو میبینم موقع پیاده شدن. چجوری ببینم بشناسمش؟ چه کاری از من برمیاد؟ به من بگو این موتور چند تیکه است واسط میگم. شما وکیلی قاضی، من چه میدونم؟ ای بابا. ببین دوست عزیز، شما یه آدمی رو سوار کردی، یه جان پیادهش کردی، مشخصاتش هم که نمیدونی، کاری از دست کسی بر نمیاد. آقا خرمت کردگی دوام نداشت. اصلا از پشت شما آب گرم نمیشه. شما خودت وکیلی، سرت تو کتاب قانونه، چه میدونی مردم موقع اینجور گرفته چه بدبختی میکشن. ببین دوست عزیز، همیشه همه چی برعکسه. میگن یه آقایی رفت پیش روانشناس، گفت آقا من خیلی افسردم. روانشناس بهش گفت برو سینما. گفت رفتم. گفت برو تئاتر. گفت رفتم. راههای مختلف رو پیش باش گذاشت. چه میدونم، گفت برو سفر، برو اشغال کن، برو کنار دریا، برو خوش باش واسه خودت. گفت رفتم، همشو رفتم. روانشناس بهش گفت یه سیرک اومده توی این شهر، یه دلغک داره خیلی بامزه است، برو اونو نگاه کن شاید دلت باز شه. مرده گفت آقای روانشناس اون دلغکه خود من هستم. رفت جلوتو نگاه کن. $800 تومن توی این مملکت پوله؟ برای یه راه داریم تا راه. شما داری میری وسط جهنم. بعد شما چه فرقی میکنه؟ مگه قراره از خیابون اصلی منو ببری؟ بگو پول ندارم مهمون من باش. ناراحت شدی؟ نه بابا، 7 سال بابت بیپولی از زنم همین چیزا رو شنیدم. داری از دادگاه میای؟ آره. فقط به خاطر اینکه میگه بیپولی؟ نه بابا، هیچ ربطی به هم نداریم. امروز رفتم دادگاه، وقت دادن برای 3 ماه دیگه. کلا رو برداشت دوباره؟ آره این جناب سرمانه گیر میدن سر خیابون، مجبوریم بعضی وقتا جلو اونا بذاریم. حالا شهامت طلاق نداشتم. امروز رفتم که یه سرش کنم اما نشد. این کارو نکن برادر من. شهامت کدومه؟ این کار بیشتر یه حماقته. اومدیم شما پس سال زدی که کشتی. این کار شهامت یا حماقت؟ زندگی ارزش این حرفا رو نداره که. همش من درآوردیه. طلاق کدومه؟ اگه بنا باشه تو این کشور هر کی طلاق بده هر کی طلاق بگیره که سنگ رو سنگ بند نمیشه که. عجب حرفی میزنی ها. راهش اینه یه خورده خردیشو ببر بالا،
ببین چه جوری رفتارش عوض میشه ملوس قانون واسه. بعدش هم بشین رو سیبیلشا نقاره بزن. مشکل پول نداره که. زنم 2 برابر من کار میکنه. اصلا اونه که خرج خونه رو میده. و همین چیزاست که تحقیرآمیزه. میفهمم. پدر بی پولی بسوزه. آدم صبح تا شب تو این خیابون بدوه. آخر سر 8 کیلو نوش باشه. و این وسط یه بی وجدانی پیدا بشه، مال آدم برداره بره. پیش پای شما یه بابایی رو سوار کردم، گفت میرم آزمایشگاه برمیگردم. بی وجدان رفت. باشه خدمتون، باشه. قربانتون، من همینجا پیاده میشم. جلوتر میری برسونمت؟ نه، میخوام یه خود پیاده برم. حسابی گیجم کرده این دادگاه. این ساختمون شمس‌العماره است. باش. این یکی از قشنگترین ساختمان‌های زمان قاجاریه است. خب این ناصرالدین شاه ساخته اینو. ناصرالدین شاه رو میشناسی تو؟ همین سیبیلو عکسش رو پنجون نلبکیه. آره بگو. ناصرالدین شاه 50 سال حکومت کرد تو ایران. آره. هر وقت دلتنگ می‌شده میگن میامده بالای این عمارت. تهران اون موقع خیلی سبز و خرم بوده. عجب. تماشا می‌کرده شهر رو. واسه چی؟ امیرکبیر رو میشناسی؟ همین خیابون امیرکبیر. آره. امیرکبیر صدر اعظم ناصرالدین شاه بود. ناصرالدین شاه دستور داد تو فین کاشان رگش رو زدن. ای والله. خب کشتنش. چی ای والله. خب آره. منتها میرزا رضا کرمانی هم انتقام امیرکبیر رو تو شاه عبدالعظیم گرفت. با تیر زد ناصرالدین شاه رو. اونم ای والله. اونم مرد. همه میمیریم عزیز من. خب این میرزا رضا کرمانی همیشه یه شعری بود میخوند. میخوای بخونم برات؟ خدا پدرت بیاموزه. الان موقعشه. یه دهن بخون ببینم. بخونم گوش کن. میگفت هم مرگ بر جهان شما نیز بگذرد، هم رونق زمان شما نیز بگذرد. عزیزم یه خورده آرومتر برو دیگه. چه خبره؟ ملاحظت میکنم بابا، باید به مقصد برسیم. بخون تو، کارت نباشه. آب اجل که هست گلوگیر خاص و عام، بر خلق و بر جهان شما نیز بگذرد. این نوبت از کسان به شما ناکسان رسید. ناکس 2 دره باز. چی آقا؟ با شما نیستم، شما بخون. نوبت ز ناکسان شما نیز بگذرد. در این دیار قررش شیران گذشت و رفت، این اوعوی سگان شما نیز بگذرد. آن کس که اسب داشت غبارش فرو نشست، گرد سم خران شما نیز بگذرد. یه شعر من میخوام روی این باک بنویسم، نمیدونم شاعرش کیه. چرا عاقل کند کاری که باز آید به کنعان غم مخور. سلام. خاموشش کن. دودش گنجشکامو اذیت میکنه. تهرون که پر دوده. برادر من، تو که طرز شهامت حماقت رو نمیدونی، چرا خودت گنجشگاه حبس کردی؟ موقتیه. نه دیگه. خب منم باید زندگی کنم. یه یاروه پیش پای شما اومده بود اینجا، میخواست از من گنجیش بخره. بره آبگوش درست کنه. درست کن. یارو خیلی نفهم بود، خیلی. آقا باش دعوام شد، حال منو گرفت. ببین میگم سعی کن حالت گرفته نشه. خوشبال اونا که گاو به دنیا میان، خر از دنیا میرن. جان تو میگن یه دلغکه یه روز رسید به یکی، گفت چرا پکری؟ گفت داره حالم گرفته است اینجوری. گفت یه سیلک اومده تو شهر، بیا رو ببین دلت وا میشه. گفت باشه. گفت بابا خودم دلغک سیلکم. گفت باشه میرم. آره ببین حالا به خاطر تو یه دونه گنجشکو آزاد میکنم، خواستی قبول کن، نخواستی به حساب کرایه بذار. دمت گرم. تازه شد مثل اون شاعری که میگه این سگان شما هم دیگه او نمی کنن. یعنی اینکه این سگا دیگه از هاپاپ افتادن دیگه. کی میاد پول بده گنجشک آزاد کنه برادر من؟ میخوام موتور رو بفروشم دیگه، خسته شدم، بریدم آقا جون. میخوام برم سراغ یه کار نون آبدار.